در دلم گرد یعنی خاطر از این بچه دروازه برای سلما خوارد گفتم بچه از این احسانات ما ترسیدیم بچه و خدا از چشم از این ترس به کار است. خوی نواسا که از الان نفسه چی بگم همه بی پرواست یعنی بخوبات کو تکبر هستن تکبرانی به حد تکبر با هستن دوج و دختر نواسی ملو با خدا چیز زیاد خوش ماما خدا دختر بسیار خوش اخلاق معموله دیگه بیادر جان زنده باشه خوار حالا ما کدام گفتن در زمین انداختیم دخمانان بیا چی میگم بخه نمیخیزه از خال دیگه دو بخاطر زبانو بخاطر تو بانه خاک می سر میاد دویتان خدا دیتونه بسنه که بیخی سر ما گنز کردین یک گیلاچای پیدا دی خانه نمیشه کدام بخوره ده بجی روش میدی مدد گرفته زنم سایه آمده بود پدر جان اینجا سرای زنم سایه چی میکنه؟ تو کار نرفتی امروز؟ نه امروز زن نزده بود حالی که سرای است که زنم سایه چی میکنه زنم سایه ایجا؟ بعد لعنتی باز میخواست دوزی کنه از خانه ما یک دفعه دوزی کنین عیان نکردین؟ آسونات آسونات آسون چی کردی؟ آرزو به کار خدا شد چی؟ خدای چه بلاس قاق شده بخی گفتم که شش تیشه میاد ایلا با خدا خور جان خب که دروازه مولا که تو واش بیا شکر که واشد گفتی تو راست میگی باش که نیربکی فرض قاط شده خوب کردی خوب ششترم گفتم که میگه که جور کنی نکردن دخترا ما گفتم باش گلاسه که چای ما بگیرم برم دفتر یک دقیقه بشینم بیا اینجا بشی گم چی میکنی اگر راست پرسان کنی خور مام خب به خاطر اینمی پتازینایت نمی آمدم دخانید نه نال کی دروازه واشت نال صبح شام میدم میایم نه من زنی ورد خشتو کن بخی کوکا کده بود مرلا کده بود چرا نه میمونه که نورایتان است از رو بریم بیاین ما دیم سر این پتازینا تا بالاش به اوس میرت میس میمدیم ناینکای زانی ترقص میکرد الله به خدا مجبور بودیم خشتو میکردم توبه یعنی می طرف هم بزرگ سرشان ما واس کردیم
آسنا بله چی کاره؟ جنگلی بود انداختم. امیال دیدی کجا پا کردم؟ اون طرف پا کردی طرف پا نکردی جای جنگلی. پا کردم حوالا از رفتم بالا پا کردم ماستون چی کاره؟ ایر انداختم ما برم طرف خانه که ایجیم چیری تو خوشم نمیه که تو را ببینم یکی او خلاص. دست میشکنه که میره بگیرم اونجا پرتی باطل خوشم دانی پرتی؟ این قواری من هست توی چه خوشم نمیاد که نخواستم پیش بیام. از تو زیاد خوشم نمیخوای مرد قیق چند تکس دمیل چاپ کنم ببینم چی کاره هیچ نبیه هیچ مشکلی نیست. اصلا چرا خوشم نمیه بس خلاص. من چقدر کوشش میکنم با تو خوبی کنم باز تو هم بد هستی چی تو خوبی کردی کدام خوبی؟ ما چی دشمنی رو پیدا کردی؟ امیال ما خودم چیز بد نگفتم فقط رو بگم اونجا پرتی چی زبان بازی رو انداختی باز؟ هیچ زبان بازی رو انداختیم گفتم قواریت خوشم نمیاد از خاطر از دور انداختم که زود خانه برم. میفهم قوانین خوش نمیاد دیگه نبی خامی رو میگرفت اونجا مینداختی باز میرفتی خب بیاز میبینیم یکی دیگه هر دفعه بیاولی هیچ نمیخوایم هیچ روی تو رو نمیخوایم ببینم دیگه. اینا دروازه رو موز کرد خب بیاز هر دفعه دالیز ما رفت آمد میکنی اون وقت نمیبینی مرا او مادر تو امروز گفتی میرم کباب خوردن کی رفتی کباب خوردن اما تو پشت کباب خوردن رفتی کجا رفتی دختر قلب تو جای رفتم که در خوام ندیدم و تو جای مرا بردی بیا جی نفیسن کجا بردی مادر خواندیم هم شده ایدم تو مرا کباب خوردن خود رفتم خوردیم که وقت پیسرم خودش داد جان مرا نمان خوبی میمانم ما باش خب نه مادر تو میدادی پیسر کم نبود پیشش نمان بچه گفتم نمان نگردی پیسر پیشم بود خیلی داده بودی پیسر پیشم بود از اونجا برم که بیای مرا بیا که یک جای دیگه میبرم میریم که از جایی که رفت میریم کجا میریم بیا نه در موتر تکسی گرفت کجا میریم بیا بریم خانه بیادرم میریم کاردون تو هم دیدی خانه بیادرم نه گفت که مرا خانه چیشان بود نیم بچه گک مامی چی بود یک شازاده بچه خانه بیادر خود بود و این خانه که زن بیادرش که بردن همین وی خو خانه چیشان رفتی؟ خانه دخترش خانه دخترش خانه بیادرش هم همونجا بود خانهش روی سفید نیست روی سفید همش ترام که میپوشه بیادرش بود خانه بیادر من بیادر جوانه میرم که انگشترها میپوشه او هم بودم اونجا دیگه خانه دامادش حساب نه من اونجا بود ای باور ده مالا اینمه تو مزگب ماندم نکتی چرا؟ اینمه تو روی شدم سرم کردشت چرا؟ چی بود دو خانه؟ اونجا خو ماتم شده بود اونجا خو قیامت شده بود سر خانه از دختر رفت نواسه رفت دو دختر جوان قیامتیش چی میگیری من ندیدم که قیامتش چه رنگ بود رفت واخ رفت خدا ببخشیشان با این اوشم رفت که تو بسیار سو کردی دختر نه چی سو کردی مادر؟ بسیار سو کردم چی کردی؟ تو چی گناه چیز همین اصلات قلقلش بگی نکرد که همون بچه را بگیره چرا؟ نام خدا یک خانه که این دو خانه فرشی رو واز کردی یک خانه فرشی میگه پرداچی میگه یک چیزی بود دیگه اوتر بود فقط بود 304 305 مزار که میرفتیم به وقت بودم موقع شیشتیم هموش و خدا از کلیم رفتیم میتون چی میگی مادر؟ و خدا ناخ که برکت چی یک آرامی بود و خدا رفت خدا بزنه این رفت پدری را گرفت اوره در خانه زاغ و زن بود تمام رو صدای شما برای مخانه ایسی خود تو قسم میکنی نارام دختر چرا تو که برکت خدا زدش کل پورش تا خدا اینمی نانو در پالیم کشیشت خدا چیز داره که برخ دخترم کرد که چشم دخترم گیر کرد کام ندارم سبرتم کم دارم شب چطور تیر کنم چرا دیر کتم زیر قناعه خانه کدام کار خوردید رفتی کجا رفتی سلام علیکم و علیکم خاله جون جور هستی شکر شما خوب هستید انشالله قراریست نباشید فضل خداست سمیرا جان کجاست کالا مالایتان چرکست او خو نیست خانه نه همونطور آمد باشه خبر بگیرم دیگه سمیرا جان کجا رفته بیرون رفته کار داشت خیریت خوب باش انشالله خیرت از باش گفتم بشید شکر که بیادر جان هستی خیر بینی خاله جان
باش گفتم یک دو کلمه گپ امروز بزنم بیادرکم دیگه خانمش که دو تا طفلش فوت کرده دیگه شما رو که آمدم دیدم که فامیل خوب هستین سمیرا جانم زیاد خوشم آمد دختر خوب بود گفتم که دیگه بذارم بگویم که امور اینا برای بیادرکم میگیریم هم شما آرام میشین هم ما آرام میشین چون که یک دختر با میر محبت است یک دختر سنگین است همین میخواستم خداوند برای من بده که این بیادر ما گلوار نگاه کنه مگم شما رو ما گلوار نگاه میکنم تو هم پدرم رو باشی که تو ما گپ تو راست است این راستیان اینمی عروسی سینمی گپاس یا شوهرش فوت کرده قصهش چی کنیم توی ما با فوت کرده یک طفلک هم داره اما میگه اول خانه را پر از زن کو باز فکر زن کو امی بیادره که تو چی داره کاربارش چیست خانه داره نداره دکراییستی ماواری یا چی رقم ساله نه خانه شکر خانی خودم مستحق خانه داریم برادرم بسیار بود میبینی خدا دیگه از نزدیک میبینیش بسیار آدم خوب بود دیگه خدا ببخشد زنشه نمی چیز زغال گرفته بودیشون از بخاری همی سیگکش تا دخترش بخی در من کباب زن بیادرم جوان بود بیادر قصار بان ما خودم دیگر خیلی کنه از مریضیستم بیشک مریض تو قصار چو کنه به خدا خوارک همی یک گپه پرسان کنم همی ما شما خودم دوری جوانی چطور خیلی بودیم بی از او راز دل تو پیش ما بود از ما پیش تو بودک همی یک سوال کنم به گپ بین خود ما باشه همی دختر خانی تو زیاد رفت آمد نمیکنه چند دفعه که آمدیم اما یک نگاه دیدیم که همی زیادتر وقت همی خانی تو بودک آسنات میگی؟ آسنات میگم آسنات از این خورترکی خانیم هم میامد زیاد خوش بود از این خورترکی زیاد میامد خانیم و خاطری که این داستانات این دوزارم زنی برات خواهیم کرده بود چرا؟ میگو باش دختر اینجا غیر میایه خانی از اینه بیایه حال خیلی ما میگه گپ میگم بگو گپ بین خود ما باشه گوش نگیرم گپ بین خود ما باشه نانو جان دلت کوی زنبورک کار پر باشه سعیسته معنی آسنات که از بچه من دوست داره فردینه چی؟ فردینه زیاد دوست داره از اون خورترکی پشت فردینه گرفته و دیلا نمیکرد هر دقیقه خانی ما بابا میامد هر دقیقه خانی ما بابا میامد دروازه که مادرش بسته کرد به خاطر آسنات بسته کرد که هر دقیقه خانی زمیره میای بچه دارم من بچه ندارم آسنات من هر دقیقه در خانی ما بود زده میگرفت چاشتو میشد میبود چه شاو که میشد میبود چه میگم اینجا خانی همیم نان میخورم نمیرم بچه من دوست داره فردینه حالا ما فهمیدم اصل مطلبم اشکری مگم از دانم چیز نگویی کال بگو یکی اینه وقت رفت قصه کرد علای زبانم بریده شود خدا نکنه که ما بشینم ما تو خورا و راز دل کردیم باز ما بشینم راز تو را برای ورزنم افشا کنم حال تا که یادم پت کنه میگه شف نه شفتالو میکرد بشی راز بگو خوش داره فردینه خوش داره دوست داره ماش پت چه سر بچه پودری چرسی از او بریفه روزم بعد از روزش خود بعد از دیگه واسه چرا کم بود بچه رو دیدی با چی مامورا ناومید تو بگی تو بچه که رفته بود ایران بود کجا و پس آمد از مردی مادرک که خبر شد خورا کن اون دقیقه که ما اونجا باشم و آمده بود ما که رفتم و آمده بود دیگه هنوز بیدیو جا خیلی ندیده بود و رایج که رفته تو چشمایش دوشند من میپاید قدم تو بود که ما آمدم اینه واسه ما آمد که حق بچی خدا بچه ما بجای بچه ما باشه بجای نواسه ما باشه همه که افسوزی کشیدم یک چیز در دلم هم اینجا گشت حال کلگی میری تو چوب ششتی میفهمیدم چی که دلم گشت چی که در دلت گشت مادر البته که بچه خوش اومد بسیار بچه با ادب بسیار مقبول بسیار شیر اخلاق نمیگی چی در دلت گشت و بعد بگویم دختر انوزور با او بودی اما گفت یادم کداد یک دختر ما با خدای تا آرام میشه بگوی خیلی شکم مادر است مادر کلگک نزن حالی بد نیست یک دختر بر از اون نامزاد شد بودی دستمالشه بازو نگیره دیگه دختر تا بودی بر از اون بچه بد ایچی پراداره خلکانش نبود ایچی پراداره دیگه میفهم هیچ گفتی اگه تا روزی که بودم کجا اون سعید دید دیگه او گفته نشینی خوری کلا نشد نکا نشد ایچی گپ از اوش که نگویی از من میشنوی
نکو کن دیگه دخترم تا کدام خنده بود اندازی فهمیدی؟ بچه بامو میکنم دروازه رو باز میکنم میرم میایم خانه خود من چی کاره؟ آسنات خیره بس کن چی هر دقیقه که زبان بازی میکنی ما خود دشمنت نیستم من خوار کلان هستم تو خوار وستی خدا تو رو هیچ وقت خوارم نکنه آسنات خیره هیچ وقت خوار بس خود دستی تو پس که دوسته خور دستی تو گپا رو میزنی یک دفعه کلان شایی بفهمی درک کنی ما رو باز میکنی که ما راست میگفتی سلما او روزام دیدم رفتار تکت من با خاطر از روز مزرعت میخوایم هیچ مزرعت نخواهی آسنات میگه خیره پشت ها رفته بیل گرفته نمیشه خب مزرعت میخوایم خیره هیچ خار شدم سر عصبانی بودم اونجا اکسلی زدم خلاص خیره دیگه از اون همیشه پیش بسار رفتار خراب کرده بودی و او روزام سیلی زدی خب اولین بار بود سر دست بالا کردم آسنات نکنی لاکو هیچ خوار خوب بودن بر من نشان نده خیر آسنات مزرعت میخوایم سایز قار استی فعلا قار استی هیچ وقت کاری که کردی باز پشتش بیل نگی خب پشت او که میره بیل نگی ما خوار کلان دستم اینجا سالس مستو مزرعت میخوایم ولی تو بازم سکه دمون گپای دستی به خاطر که کارت اشتباه بود کارت خراب بود اشتباه بود فهمیدم اینو مزرعت خواستم خلاص شد دیگه رفت گذشت حال مزد خواستی چی تغییر کرد او روز و سیلی از یاد میره یعنی دی مزد خواستن تو خودت تو خواهی کارای تو از تو یاد خودت تغییر بده که تغییر کنه این چیزه هر دقیقه که من چقدر خوبی میکنم تو باز سکدم بدی خود روان هستی اگر 1000 کارم بکنی اون سیلی که زدی او رفتاری که ما میکنی هیچ وقت از یادم نمیره هیچ وقت آسنات گفت ما ولی در کار خانه بود خودم در خانه پدری است تو مرا اجازه نمیدی که من از دالیز برای گپای نق زدی اون روز که او تو سیلی زدی بر من هیچ وقت از یاد من نمیره خب یاد است که چی گفتی مرا فرزندی گفتی مرا گفتی من خوارت نیستم هیچ وقت خوار است رقم کارا نمیکنه لطفا امی تو نر و ما دیگه نتی امی هر تونی دنیا رو که میتی تو نر نتی که من فرزند نیستم هیچ وقت دیگه دست مرا نگیری سلما با تو هر چقدر خوبی کنیم بازم بدیست دیگه کل چیز بدیست یکی خلاص نمیخوام قورت ببینم بی‌نظار کرده آرزو جان چی کردی؟ هیچ برونی پخته میکنم دیگه پخته نشده کنم؟ نه میاله ناش بکنم چرا باز پیشانی توش از خورم ای سیاسنات بازم جو درگیر آسنات شدیم باشی گازم واز کنم دوبارم گازا پر کنم ای خدا فردین خو نمیکنم برو مجبور خودم پر کنم میره میره اکسافی کنم خود دست سرت شوامیه بر من چاپلوسی میکنه چی شده؟ هیچ رفتم اونجا باز کت از آفت روبرو شدم نگو رقمو دختر هست که خب مثل یک آفت است نگو رقم امو خوار دست خوار کلان دست هیچ خدا خوارم نکنه اوره رفت مال جنگالی رو انداخته میگه تو مچم چرا تو میکنی و تو میکنی باز نگو این گپا اون روز که مرا سیلی زده بود عالمه دستکای من گرفته کم بود ماچ کنه که من مزرعت میخوام نه چرا نشان میده تو میگه پشت ها رفته بیل نگی وقتی که کار کرده خاله مزرعت خوایم فایده نداره گپ تو خو صحیح است این بازم نان او خود ای از کجا میکنه همین بیادرک بیادرکم شکر کار میکنه از خارج میاره برش بچه آن از خارج قوم خیش ما بچه گپیش هست او در خارج است که میاره برام روی میکنه مادم و دلار روی میکنه از چی روی میکنه؟ دلار از بیادرت او یکیش هست بچهش هست بچهش هست او برش روی میکنه حتی با من روی میکنه دیگه بسیار یک جای کلان و کار دارن دیگه دینمی من دختره که دیدم که بسیار یک با محبت است خوب دختر است اون تفلکش هم زیاد خوشم آمد من گفتم خواهی چرا می برای ناقی کم وقت تمام روز کالاشی کنه در یک جای خانه خوب باشه خراب باشه یک چیز باشه مگم از این دل جمع باشه زندگی ما نام خدا بسیار خوب است بریم خانه اونجا گپ بزنیم ما خب میرم کار دارم باز یک روز دیگه میایم مقصد تم دل ما خوش کنی هنگدان جگان بشنم امی گپایت همی چنگ زده دلم شیشت خوش شکر به خاطر از این شیشت که راستی همی دختر اگه جوان باشه یا بیوه باشه دمو پشت بخت خود بره که من تنها صورت هستم تنها هستم میبینی یک گریم دخترکم خانم ما ماری چی قصه کنم برای تو که چه رقم مرد خب مرد
خدا ببخشیشون. دیگه اینالی که تو میگی که خانه و جای داره نه همه چیز و دلار هم میایه دلار هم میایه خورما میایه که هر ما حتی که زنگ بزنه برادرم که مریض چیز باشه تا که بگوی وقت در صرافی رو این میکنم میگیریم میاییم ما پیسه رو برشون دیگه از همه چیز فکس پوره از خانه جای از پیسه از همه چیز من تا یک تنهاییش قسمتت باشه خاله جان مام چی نیستم مگر خواست خدا باشه مام علی بخیر که برای دلم آرام شود دلم من مریضیستم خاله پایم خدا نکنه باز تو هم جور میشی دیگه خیر ما کردیم باز بخیر که خود دخترم یک چیز کنم او دخترک با گفت من تو نیست که خدا نکنه آل بالی باشه اون خود نمیفهمم من دیدم که آمده کار یاد داره کار خاله را یاد داره کل چیزا شفته خاله جانه ما با اجازه رفتم دیگه بیا داره که ما دیگه مقصد دیگه از خدا میشه خودت میشه دیگه نه زنده باشی زنده باشی نه خیر ببینی میری خاله جان خدا حافظ خدا برو دیگه بخیر بری خدا جان دیگه تو خوش باشی باز شد باز نگفتم کمیسین با چیزی چه قصد باز سنه چه کنم سن یک عدد است دلار گیر که بچه دلار تا میره بیروزگار بی زن بی خانه یک کار به خود جور کن یا خاله جان بیا با خیلی که تون بچه از همین خاطر نواسه مرا نگرفتن میگه که نمیگیرم او دختر چرا نمیگیری همیار نواسه مستو که سکه داره صورت داره جوانیش از که بالاست قد اندامش از که بالاست تو مختبیل شیطان چی هستی که قمین هستی خب ما گرفتمت به خاطر نواسین که باش که دخترک ایور هستی گذرانتان شد پرده شد دوستی و یک دوستی ما دو دوستی شد راست گذران ما شد تلک گمه خوشش بد گردن قصاب این تلک گردن مشت چی؟ دیگه خون بچه ما دوست داره دیگه خود دیگه هنوزم نگرفتیشه خود چی کنم دیگه چی کنم هزار که بگویشی به گفتت خود نمیکنه اون کار دل خودم میکنه میگه دل یا سر گل میری یا سر جل اون فردین رو دوست داره اون فردین دوست داره فردین هم دوستش داره خود داره دیگه کنه یک جای هستن دیگه میشنن میرن من خب باز بر نواسیم پس مانده دست دور خونه میگیرم من به نواسیم گفتم دختره باشه که دست اول باشه روی مرد ناماره من ندیده باشه این اگر ما میشنیم بطی بامو دیگه من میفهم مادر تو گپ صحیح میزنی خب ما بچه را دیدیم نادیدی بچه نیستم بچه مقبول است قد بلند داره خوشرویی داره اخلاق داره بچه عمل نداره بچه بسیار با ادب و با تربیه است اما خدا که نصیب دختر ما که بد کرده بود حال دیگه شبتی والو بلا پس تیر شد رفت حال من میترسم امی دختر را برش تو کالی سر دو پای استاد نشه که من نمیگیرم باید چی تو کنم من تو دختر است کلی که واسنات نمیشه چقدر بیاقل گپو میدونی که اصلا یکی شارت میگیری مادر جان خیلی که دختر بیشرم گپ دیم دختر گپ دیم اگر رضایتش باشه باز هیچ مشکلی ندارم برش دانایش نمیگیری یک جای است کمی تمامی همه گفتی اگان تو افغانستان معلوم میشه تو چی میگی مال؟ خدا امی زیارت ها اگر تو معلوم میشه میگوید پیش زیارت هستم نام خدا بل میذارم گنبزهایش این سینمای پا میری چی که از قلعه فتولای پوتامیران است میخوای اروپا رو سعی داری دیگه شوق میشه چراغان است میخوای دیگه قرآن در کجاش نمیت سرسفر بیشی یادم اینو که بامش همه سعی که بیخید که غمت غلطه دیگه از کار جای خوب دیگه پیدا نمیشه هرچی خدا سلامت که مرا من بخیر گفتم با من قرار است که میتی این مادر که خوب زدی آسانات خدا زد کل کور کرد چشماش خدا کور کرد که رفت سری یک پودری نرو دیگه تبتی باش چی کنم آمدم و بسته روی رفتم پاک کردم جارو کردم کل سیگرت میده باد بدانی انداخت من دفعه آمد جنگلی خدا گرفت یعنی تو انداخت طرف پای من طرف افتید طرف من افتید طرف افتید میام چرا تو میکنی؟ من نمیخوام بریم دوید بخورم بعدم نیازی تو سعی که گوشای شامی من خلال خود کرده
اما قرارداد نیست که روی یک دیگه خانه ببینیم. ما چی میگه چی؟ او را همین پر کرده. یا همین کنم کار کس شروع کرده سر از این. میفهمی این خاص از ما بعدش آمده چه وقت شده بچه‌ها؟ یا چند وقت تو بیسوره؟ سعی کنی میگه تفرقه بنداز حکومت که امی من قسم او را گوشاش پر میکنه که تو جمع کنی ولی لذت میبره. خود تو چرا نمیفهمی؟ آره خود ما خو میفهمیم آشنا چرا نمیفهمی؟ دقیقش نمیشدی. میگه کار کامی میکنم. امی هر کار که کرد تو به تفاوت باشه. دقیقش نشو. از وقت کامی مور گفته که فرزندی است و هر دقیقه امو کلی فرزندی من نیست فرزندی چی؟ سلما. حال ما تو میفهمیم که نیستیم. آخه کلان ما توستی. تو چه قسم فرزندی باشی؟ آسانات فکر کرده که هستم من فرزندی. آدم که فرزندی باشی بیچاره سنگین است، خرد است، بیعقل است. برو او هرچی کمی میکنه اون باور میکنه دیگه. آدم که فرزندی باشه خو یک تا می باشه دیگه خوار بیادر نمی داشته باشه. تو هم که خودت فکر نمیکنی؟ باز بگه باشن تو جگر خون میشی؟ آره خب چرا جگر خون نشم آرزو؟ یک نفر تو رو بیای بگه فرزندی استی در حالی که هیچ نه فرزندی نه دیگه. نیستی فرزندی. اون یک نفر لی خوار خودت بیای بگه. برو امی مامان قسم بگه که تو را بگه که تو جگر خون شوی. آره خب چرا این دختر نمیفهمه میگه پای امی ما. امی فقطش نمیشناسه که چی رقم آدم است. میارگه که او میگه میاد گوش ما پر میکنه. سرمتو نمیزنه. سعی کنیم ما کدی آسان جنگ کردیم. من قرآن رفتم امیر خورد رفتم ازش معذرت خواستم. نه سعی کو سلما ما رفتی کدی جنگ کردی هر چیز گفتیش مادرم کدی جنگ کرد هر چیز گفت ما رفتم کدی جنگ کردم هر چیز گفتم. چی شد امی مورا نوازش کرد؟ گوشاش به خوبی به ناز نوازش پر کردم میره که یعنی ما به خوبی تصمیاب بدیم. آره خب من رفتم گفتم اون روز زیاد اصلا خراب چیز داشت گرفتیم یک سیلی زدمش پس رفتم اینا معذرت خواستم. خیلی من دیگه چی کنم خواهم خواستم میایم. آسانا تقدایی است. یه دفعه که دلش باشه نمیره. گفتم اصلا خراب بود یک سیلی زدم تینا پس معذرت میخوام. یک دفعه من چند دفعه ازش معذرت خواستم. دیگه من قدر خوب بفهمم من خور کلانش هستم. هی جگر که خون نکن. طفلش خونه است من رقم روی امر میکنم. تو کار تا که من داخل مامان کردم. خود اون کینهش بدل میاد میمونه. نگی کینه امو روز آمد تو را گفتم خواراست شما با این تا نمی کارا رو نکنین. خدا هیچ خوارم نکنه او را. کسی که تو خوار داشته باشه هیچ نداشته باشه. تو میگه تو چاپلوس است که هیچ پرسان نکن. بسیار چاپلوس است. آینه دست گرفته آینه معذرت خواهی کرده از دیگه. خود چرا بکنم کار اول که اول معذرت خواهی میکنه؟ خب کلان است دیگه خیره. آه کلان که بود باز اول سیلی بزنه باز دیگه پس برو دیگه اول معذرت خواهی بکنه. خونه معذرت خواهی کرده کلانی نشان داده که اون اشتباه کرده. صحیح شد. امروز اول معذرت خواهی کرد با سبب باز یک کار دیگه میکنه باز دیگه سبب باز معذرت خواهی میکنه. حالا می دریا آبش روان باشه تو کت بیل گرفته میتونی اورا. اینا تو زبان از این روان است. او خوار دست خیره او گپا خو میشه ده بین خوارا. یک جنگ و دوا یک سیلی مار تیر از تو خوار داشتم. حالا هر روز میفردی نگان گپ بد مرا نمیزنه خو من دل نمیگیرم تو هم دل نگی. او تو کاش که گپ بزنه آدمه. بنا به خدا بگم نمیگه که نواسیم در خانه تناست و دخترش بود که ما نواسیت است که گپ جان قربان نواسیم استی جان جگر مستی رفت خود و چی بگوی بازم شکر برمی رگوریشی بدن همین بیچاره از روز که مادرم شد فوت کرده همین جهاز اون غم بدن ما میخوره تو کم موضوعی زبر چی تو کرد خب خدا همین میفهمه که من مردم سعید دختر خوبه همون گرفته باشه کلان هستن خدا زیاد چی بودیم بیاد این شمالات چرا کجای خب یه چی خیلی باشه خودشان میکنم مادرم بیچاره تنان است الو خاک جان چی میکنی جانم میخواد سلام علیکم جان خوب هستی سلام خوش آمدی خیلی شم مشکل نیست سلام جان جور کنم نه خیرت من دارم سایکو هر روز میکنی زحمت میکشی همه دیگه قربان سر چم دارم تو کامیم تو بود تو جور نه مشکل نیست همه جان باشه تو بیا بشین دیگه کات میزنم بشین بخیر آمدی همه ها بخیر باشی جانم میخواد خب چه پدر جون بیرون بود حالا واسه کو بالا شدن میخوای نفس تو رفت تو بچین
خب حالا تو مثلا رفتی؟ مخترق رفتم نه خب کتیش گپ زدم بازم پدر شما گفتم مردم خوب هستن؟ مردم خوب هستن بسیار خوب مردم یک ذره نداره کم وقت نادار هستن دیگه خیلی شرایط زندگی شرایط دیگه پایین بالایی داره دیگه مگم بسیار خوب دخترک مقبول ریزی خوبش هم داره بسیار یک شیرین دختر در غده خانهشان رفتم گفتم تو بیادرک خانمش مرده دخترکش مرده خدا باش که معلومات داری گفتی؟ کلش رفتم نشده باز کنم تو نشینه نگوی دیدی خود چقدر گپ سخن از پیشتر رو بشینه پشت موساد گپ میزنم میگه کلم قصه را کردم کم وقت چیز نبخوام تو چوب ما خب برده که چه بوده میگه خاموشی هم نشانه رضایت هست چطور میگه همین غم پدرم خورده شد بیچاره آفرینش بسیار دیگر میشینه سوسی چرت میزنه جگر خونی میکنه جمع باشه در جمع باشه بیادر نید بیا خواهی ما رو ببین باز پدرش مرد چند پدرش از گفتی؟ بچه یک پدرکش از خدا که دختر خونه خونی ما که میبینیم هم کاراشوی چیز میکنن بسیار یک سنگین دختر همین خروار چیزا میگه خانه باشه یا هم تو نمیبینه که چی افتاده میگه خانه خیلی پر دل مال بخدا جمع کردی همه کلان کار کردی تو بخدا بخدا ایسا که دل ما تو میسوزه نیست صدقی سر پای ترام بند کنم صدقی ترام من هستم معلوم پشت من اگر حالا اگر بیادرکم بخی مرا زورت رخ کرده خب من میخواییم جوری نه با نمام نه دیگه من کومدم دیگه تو رو کار کنم شکر کسی همه جان شکر نگی سر بیادر شکر که تو هستی از آن باش که تو که پس که مثلا ماندم ظلم شدی ایه مانده دلم خوش است خب این بخیر دیگه برم جان پس میگه ببخشید دیگه برو پناهید به خدا این بخیر دلم مونده میشه دل تنگی ندارم به جمع جوریشون خواهم بیادرم دروازش باشه یک جوری یک نوجوری دیگه زن نبرد داره خوار نمیتونه که کنه دیگه بود چی مردم است خدایا شکر برو بیان خانی ما رو میبینم که چی خانی داریم خدا جا که بد نواسیم کتیش گذر نواسیم یک اخلاقی بچه است یک اخلاقی تا بگوش بالا سایل نمیکنیم نواسیم میفهمم ما شما خب بیگانه نیستیم یکی دیگه خدا نشناسیم خدا بخشه مادرش خوارای شکلش در گرفت سوخت مرد رفت پشت راه خود بیچاره دلم زیاد به خدا سوخت مگه مردمش که مرم خودم هیچ خبر نکردی نگانیدم جنازگاهشان میامد میدیدم صدقه چان من خودم در مرده دخترم نبودم پره چطور میگفتم من سکته مغزی کردم حالا خدا نکنه تا که دیدم که دختر چنار افتاده نواسا چنار افتاده یکی چپش شدم هیچ فکر در سرم چند روز من در شفاخانه دولت کوما بودم دختر دفن شد نواسا دفن شد دیدار به قیامت ماندم که بی خبر در کوما بی خبر در کوما ترا چطور خبر میکنم باش که من برم که یه زنم نبینه برو وامت منافق هست برو یه زنم منافق هست که تو باش که گفتم که میرم دفتر کولی میشینم حال نگه که تو بابانی هفته و اولی برآمد دخانه ننوی درآمد باز کردی ننوی شروع کردی پس کنی رم حال بگو بیگانه نیست ننوی مست میگم خوارک تو جای خدا داری ننوی جای خدا داره برو بابا من قغمت چی کنم بیازو میفهم کو بسیار دیگر رقم زن است الله تو زن است که میگفتی همون یگان تا میگه 100 کلکلا 100 کوراساس تو زن است خب میفهم خوب صحیح میفهم تو گپا میزنه زبانش اینه نیست اینه قدر است دوره میگی او از تو کده کلان خود چیزی که حقیقت است نیست حقیقت آسانه در دل جای نته میگه پارا آل که مزرد خواهی کدم تو آشتی کنین بینتان نه ما دیوانه نیستم ما خر نشدیم تنوزه که چاپلوسی هزار باور کنم او در دلش خدا میدونه چی گپ است که باز چاپلوسی میکنه نیست گپ در دلش تو چی خبر ای مریم جان تو چی خبر از اون تو نمیشناسی او را تنوزه که چرا آدم است نیست اوقبت امروز یک کار کرد با سوا دیگه کار میکنه باز میگه که خورجان که تو شد هیچ خوارم نباش خدا تو را خوارم نکنه خدای توبه برو مامی گازا پر کنم تو میبری؟ فردین نیست خونه؟ نیست فردین نیست ای خدا جانه میای بر ما چاپلوسی میکنه او گپور از سر دل میزنه خود در دلت نگی حالا از خاطر همی گاز از خاطر یک چیز خود دیدی که چقدر غال مغال میکنه در دلت نگی خب تا او روز دختر جانش بودم حالی امروز به مرگی شدیم
تیسی داستونه ما پایان کم خب چند قدم یفتور که استاد میشدی دیگه برو یا میری برو هوا گرم است میرم خانه میرم چطور جیگرم خون شد؟ نه هیچ گرد خون نشد مریض هستی زن کاکا جان؟ خیره گل زن کاکای خود دگانه گل نخست کتمه گشته کل روزم ایده دلم او شد تا حالا دولی شسته بودم که باش که یا چه شدن ما چقدر نارام چقدر دلم نارام شما از صبح رفتی چی نانم نخوردی نان خوردی؟ نه بی خود نانم نمیشه خیلی من چی بخورم دختر چی بخوره حالا از کی فتر بر توی زن ورم شیری شد مادر جان یک کباب که دادت نمو دیگه گروگان شدی نه آدم وقت نمیخویش و قنه میفهمیدم یک کباب چی که بسیار خوب زند به خدا یک قدر در خانه که برد مرا یک قدر یک عزت که یه جای شیطان من نمیافت راست میگی ها این دختر میفهمی سرنواسی ما کبر کرد روز اول قبول کرد پسان پشیمان شد کبر کرد زر بچه تو سرخ آمد آیا مانند بچه تو که کتی چندین بچه های دیگه تار دوانده شکم نیست ها به خدا راست میگی ها